محمد علی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه، از تداوم اعتصاب غذای او در زندان اوین تهران خبر دادند. آقای طاهری در اعتراض به عدم آزادیش با وجود اتمام محکومیت 5 سال زندان خود از 3 هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده است. گروهی از هواداران او در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین حال 18 فعال مدنی و سیاسی که گروهی از هواداران آقای طاهری هم در میان آنها بودند، برای تحصن در مقابل زندان اوین هر یک به 91 روز حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند که حکم شلاق 16 نفر از آنها به مدت 2 سال به حال تعلیق درآمده است. سارا سایی، یکی از این محکومان، به بخش فارسی صدای آمریکا میگوید این تجمع مسالمت آمیز و حق قانونی معترضان بوده است. طبق قانون این تجمع ما غیر قانونی محسوب نشد، یعنی اصلا جزء مصادیق اخلال در نظم عمومی طبق خود قانون نبودش که تمام توضیحات اونجا داده شد. یعنی ما از خودمون دفاع کردیم، وکلا دفاع کردن، بعد خاصه آقای قاصی برگشت گفت به وکلا گفتش که من اصلا متوجه حرفای شما نمیشم، تجمع غیر قانونیه. حکمی هم که بهمون دادن 91 روز حبس تعزیری دادن، 74 ضربه شلاق دادن. علتش هم من چیزی که به ذهن خودم میرسه واقعیتش ترس نظام از گسترش معترضین هستش. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه که مربوط به شایعه آقای طاهری میشه، الان شرایط ناگواریه که دوباره آقای طاهری توشه، چون قرار بودش که 18 بهمن حکم 5 سالشون تموم میشد و ایشون بعد آزاد میشد، ولی چون آزاد نشد آقای طاهری دوباره از 10 بهمن رفته تو اعتصاب غذا. نمیخوان که شایعه آقای طاهری ساکت بشن، ماها رو اینطوری سعی دادگاهی کردن، به اون حکم دادن. از اون ورم دوباره هر تجمعی بوده دوباره دارن بازداشت میکنن. رضا ملک، معاون اسبق وزارت اطلاعات که بعد از 13 سال حبس در سال 93 از زندان آزاد شد، هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، دانشجویی در جریان اعتراضات 18 تیر ماه بازداشت شد و تاکنون خبری از او در دست نیست، و سیمین ایوززاده، مادر امید علی شناس، زندانی سیاسی که به تازگی آزاد شده، از جمله فعالانی هستند که در این حکم به شلاق تعلیقی و زندان محکوم شدند.